دلیل حادثه ترافیکی آریانا سعید در کشور امریکا فاش شد. آریانا سعید به چه دلیل در امریکا سفرهایی داشته است؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی آریانا سعید و حسیب ساید. آریانا به چه دلیل دوباره تاریخ عروسیش را به تعویق انداخت؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند خوب کشور، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان است. آریانا عاشقانه آهنگهایش را می سراید و عاشقانه در دلهای مردم افغانستان جا می گیرد. آریانا سعید چند می شود کاملا از کارهای هنریش بدور است و در کشور امریکا به کارهای سیاسیش پرداخته است. هرچند آریانا سعید مژده ساخت برند جدیدش را در کشور ترکیه هم برای دوستداران و طرفداران صدایش بیان کرد. آریانا سعید تازه تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در امریکا حادثه ترافیکی مرگباری کرده است و در حالت بدی در شفاخانه بستری است. ولی تاکنون حسیب ساید درباره جزئیات بیشتر این ماجرا ابراز نظر نداده است. ولی قرار بود آریانا سعید در کشور ایتالیا در ماه آینده محفل ازدواجش را برگزار کند، اما به دلیل نامعلوم ازدواج آریانا سعید به تعویق افتاد. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل کشور است که وی تازه آهنگ برای حمایت از کرکټبازان کشور سرود که مورد حمایت و تشویق گسترده افغانها قرار گرفت. من در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این بانوی هنرمند خواهم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید و حسیب به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.